د ژوند په هره لاره هر سفر د مبارک شه په مینه درته وایم چې اختر د مبارک شه د سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه سلامونه او نیکې هیلې درنو هیوادوالو هیله لرم چې روغ او جوړ اوسئ د خوشحالیو څخه ډک اختر ولرئ درنو هیوادوالو اختر مو مبارک شه زه فهیم نیازی او له خپل درون او ګران ملګري او همکار سره مصطفی جان سره ستاسو په خدمت کې یم هیله لرم چې د خپرونه تر پای شیبو له موږ سره اوسیږئ او یو ښه خپرونه تاسو لپاره ولرو اوس ځو د مصطفی جان په لوري او اختر مبارکي ورسره کوو سلام علیکم مصطفی جان السلام علیکم ایام شریف عیدتان تبریک بخیر هستین کجا بودین سلامت باشین کجا بودین فهیم جان بخیر آمدین زه دلته له فضانو مې ګټه اخیستله خوش آمدین عیدتان تبریک بخیر تاسو باشین مبارک سی څنګه یاستئ سلامت باشین روز عید لطف کردین بخیر باشین عید بخیر شما آغاز کردین الحمدلله مننه روژه څنګه تیره شوه الحمدلله اگر اجازه بدین با دوستا خود و با بینندگان عزیز خود یک سلام علیکی داشته باشیم ان شاء الله ما خودت میباشیم ولی نه مصطفی جان سلامت باشین بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته عید آمد و ماه رمضان رفت صد شکر که عید آمد صد عیب که آن رفت دوستان عزیز بینندگان گرامی امیدوار هستیم که یک روز خوب و خوش را آغاز کرده باشین و عید از صمیم قلب به شما دوستان تبریک میگم دوستان عزیز قسمی که میدانین البته برنامه صبح معرف است به شکل ویژه و از شما دعوت میکنیم که تا آخرین لحظات برنامه با ما باشین و همکاران عزیز ما دوستان عزیز واقعا زحمت کشیدن یک فضای خوب و زیبا را آماده ساختن و شما هم تقاضا مایی است که ما را تنها نگذارید خب فهیم عزیز خوب است که در نخست از شما بدانیم که کی در برنامه با ما هست مصطفی جان نن په خپرونه کې ډیر ګران ملمانه لرو او لاګو سره به خبرې واترې ولرو له خیره سره او په لومړي کې به له موږ سره محترم فواد احمدیار د خیریه بنسټ رئیس به له موږ سره وي او لاګو سره به د هغوی د فعالیتو په اړه خبرې کوو او د دې ترڅنګ له موږ سره به مولوي صاحب عبدالبصیر جان رضوان له موږ سره وي او لاګوی سره هم د اختر او د روژې میاشتې په اړه به خبرې واترې لرو ان شاء الله الرحمن دوستان عزیز البته برنامه صبح معرف ویژه است و ما خوشبختانه چند بخش داریم که بخش اولش قسمی که فهیم جان گفتن ماشاءالله مولوی صاحب عبدالبصیر رضوان کسی از دوستان عزیز که تمام خوبی‌ها در شخصیت از او دیده میشه و شما هم شاید به چهره و صدایش آشنایی کامل داشته باشین و خوشبختانه ماه مبارک رمضان البته مهمان خانه‌های شما بود در برنامه رمضان رهنمای 11 ماه. خب بینندگان عزیز خود هم منتظر نمیمانیم و همچنان دوستان عزیز برنامه را شما هم از طریق رادیوی معرف روی موج 96.8 FM هم شنوا میباشین. خوب است خیلی میهمان خود دعوت کنیم چیز نظر؟ السلام علیکم ایام شریف عیدتون تبریک داخل جا غازیا بخیر آمدین عیدتان تبریک باشه لطف کردین صفا آوردین جناب مولوی صاحب بزرگوار مولوی صاحب سلام علیکم اختر مبارک صحت بخیر است سلامت باشین عید شما تبریک باشه الحمدلله مننه تاسو مبارک سه بسیار زیاد خوش آمدین بفرمایید بله دوستان عزیز البته جناب رضوان صاحب در برنامه تشریف آوردن فهیم جان خوب است که از فواد عزیز هم تقاضا کنیم که اونا هم بخیر بیاین چرا ست خالی است اونا هم بشینن او مصطفی جان اگر هم شما لطف کنین بخواینشان احمدیار صاحب تاسو نه تاسو ته غواړو چې له خیر سره راسئ په تمه ورته یاستو سلام علیکم اختر مبارک شه منځ روزه هم قبول شه ښه یاستئ بخیر یاستئ السلام علیکم احمدیار صاحب گرامی خوش آمدین همچنان بخیر هستین بخیر آمدین وقت احساس شد احمدیار صاحب کمی فعلا هم شما روزه باشین نه خب روزه نیست خب بخیر آمدین خوش آمدین بفرمایید جناب مولوی صاحب بازم خوش آمدین ممنون از اینکه در روزهای عید شما و احمدیار صاحب گرامی وقت گذاشتن و با ما هستین تشکر آمدن ما کدام بدون شک احسان گذاشتن بر شما نبوده بلکه حق شما بر بالای ما بوده در گذشت یک ماه مبارک رمضان که روزانه ما می آمدم و در برنامه رمضانی با شما بودم در خدمت بینندگان عزیز بودیم این یک مسئولیت دینی و واجبه دینی ما بود فرارسیدن عید سعید فطر را به تمام کافه امت مسلمه بالاخص به مردم شریف و نجیب افغانستان
و خصوصا همکارانی رادیو تلویزیون افغانستان تبریک عرض می‌دارم. خاطره ها بدون شک در یک ماه زیاد بود. یکی آن بسیار جالب و قابل یادآوری هست، جای دارد که یادمان نره، همینجا یاد بکنم. رفتار برادران و همکاران رادیو تلویزیون همراه ما بسیار خوب بود. الله از یا راضی باشند، ما از اینا راضی هستیم. از جمله که یادمان نروه، یک روز وقتی که برنامه خلاص شد، غالبا 27 رمضان بود، چون یگان وقت انسان روزه را میگیره، به گفته هموطنان عزیزمون یگان وقت روزه ما را میگیره. یک حالت پیش شد وقتی که برنامه تمام شده بود، ما مایک را با خود گرفته رفته بودم، در کوته سنگی رسیده بودم. از دنبال ما یک دو برادر، نامشان غالبا ذاکر جان است و یک برادر دیگر از دنبال ما صدا میدادی بیچاره، و ما رفته بودم. واپس از کوته سنگی واپس باز مایک گرفته آوردیم، به برادرها تسلیم دادیم. از رویهایشان الله راضی باشند، ما از اینا راضی هستیم. بسیار رویه خوبی داشتند و دارند. سلامت باشین. مننه ډېر زیات مولوي صاحب، ډېر جالبه واقعه ولده. احمد یار صاحب سلامونه تاسو ته، ډېر ښه راغلاست د معرف سهار خپرونې ته. ډېر خوشحاله یاست تاسو په خپرونه کې لرو. تشکر، زنده و سلامت باشید. درود و سلام خدمت شما، خدمت همکاران بخش تکنیک، بیننده‌های عزیز تلویزیون. در قسمت نخست می‌خوایم عید سعید فطر خدمت شما، خانواده و فامیلم و دوستایی که در خارج کشور بیننده تلویزیون ما است، برنامه ما هستند، تبریک بگویم. ډېره زیاته مننه احمد یار صاحب. د سږ کال اختر تاسو څرنګه پیل کړ او څنګه اختر ده؟ عید خوبی خوشی است، عید خوش داشتیم، به خوبی گذشت. ایدای ما همیشه که ما شروع بعد از نماز عید به دارالایتام میریم، پرورشگاه و جایی که کمک رسانی کردیم با اونا یک عید مبارکی میکنم، باز میایم به خانه و فامیل. دقیقاً. و جناب احمدیار صاحب واقعا شخص است که در طول ماه مبارک رمضان به اصطلاح دست هموطنان ما، کسایی که به اساعت بودن، گرفتن و همچنان جناب رضوان صاحب گرامی هم کارکرد و فعالیت های زیاد داشتن. خب جناب استاد گرامی، میشه ایره به ما و به بیننده عزیز ما گر بگوین خود همی عید چی معنا داره و چی مفهوم افاده میکنه؟ جزاکم الله. سوالی بسیار جالبی هست. امام راغب اصفهانی به ارتباط کلمه عید تعریفات زیادی دارند، چون روز عید است. من میخوام که مختصرا به گفته عربا که خیر الکلام ما قل و دل، کوتاه و بسیار فشرده باشد. عید در لغت به معنای بازگشت، خوشی هایی که بار بار به ما روی می آورد. و در اصطلاح عید یک مراسم شرعی بوده که قائم مقام دو مراسم غیر شرعی قرار داده شده که نبی کریم صلی الله علیه و سلم در ایام زندگی مدنیشان فرمودند که دو عید برای ما طور تحفه داده شد: عید سعید فطر و عید سعید اضحی. دو عید یعنی عبارت از خوشی هایی که بر لب هر هموطن ما و هر اهل اسلام ما باید دیده شود. عید یعنی به معنای بار بار بازگشت و خوشی هایی که همیشه دامنگیری ما بخیر باشد. سلامت باشین، شما هم خوشحال باشین جناب استاد. ډېره زیاته مننه مولوي صاحب. احمد یار صاحب، که راسو ستاسو د لاسته راوړنو په اړه خبرې اترې ولرو. د روژې میاشتې په لړ کې تاسو کومې لاسته راوړنې درلودل او څه کومکونه تاسو وکړل؟ بدون شک ماه مبارک رمضان یک ماه سخاوتمندی است. رسول اکرم صلی الله علیه و آله سخاوتمند بودند. در ماه مبارک رمضان سخاوتمندیشان بیشتر میشد. در ماه مبارک رمضان برنامه ما قسمی بود که تعداد از هموطنان ما را از روی سرک جمع کردیم، کسایی که کراچیوان بودند، کارهای شاقه میکردند. با یک از رستورانات دعوتشان کردیم، افطاری همراهشان کردیم و مقدار مواد خوراکی برشان کمک کردیم. یک بخش برنامه ما بود که به یتیم خانه اطفالی که از نعمت پدر مادر محروم است بر اونها لباس عید بردیم. یک بخش برنامه ما بود که اطفال خیابانی را جمع کردیم، برشان لباس عید خریدیم و مقدار مواد خوراکی برشان کمک کردیم. و گونه‌های مختلف پارسل‌های افطاری به روزه‌دارا هم تقسیم کردیم. بیشتر از 1000 پارسل تقسیم کردیم. بله جناب احمدیار صاحب، تو کدام عکس سلفی هم گرفتین. آیا از نظر خودت این کار معقول است؟ یک تعداد از هموطنان عزیز ما، البته انگشت شمار، زمانی که به کس کمک میکنه اونا عکس میگیرن و در صفحات مجازی را به نشر میسپارن، آیا از دید خودت کار نیک و خوب است؟
گرفتن عکس، گرفتن ویدیو ما تونستیم توسط یک گرفتن عکس سلفی به 100 خانواده کمک کنم. نیت به قلب است. اگر یک نفر نماز تهجد از 3 به شب در لب سرک میخونه، اگر نیتش خیر باشه خو اخلاص است. اگر یک نفر نماز در اتاق مخفی میخونه و نیتش باشه که کسی مر ببینه، ریاست. به نظر من کسی که به خاطر از اینکه دیگر را تشویق شوه و کمک مردم به مردم برسانه، اگر عکس میگیره، اگر ویدیو میگیره، بهترین کار است. نیت به قلب ارتباط داره، محاسبه به الله پاک باشه. ډیر مننه، ډیره زیاته احمدیار صاحب. مولوي صاحب که راسو د روژې میاشتې په اړه تاسو خبرې اترې ولرئ. روژه میاشت کوم تاثیرات و کوم تغییرات د انسان په سلوکو کې راولي، په اخلاقو کې راوستلی شي؟ به ارتباط سوال شما، نبی کریم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که تغییراتی که از طریق روزه در بندگان مسلمان و روزه‌داران می آورد بسیار زیاد است، جسمی، معنوی، اخلاقی. اما طور فشرده اش این است که نبی کریم صلی الله علیه و سلم می فرماید که روزه واقعی آن روزه است که اول در خوراک شما تغییرات بیاورد، دوم در رفتار و اخلاقیاتتان، بالآخرت در معنویات. از برکت روزه یکی از خوبی ها این است که نفس آماده برای اجرای اعمال دینی و احکامات الهی آماده میشه. یعنی نفس در قابوی انسان می آید. در 11 ماه دیگر نفس طغیان میکند، لیکن در 1 ماه این ماه پاکی است، ماه زکات است، زکات جان و نفس است که جان و نفس انسان پاک میشه. یکی خود صحتمند میشی، یک تغییراتش. دومی که از حالت غریبا آگاه میشی. سومی که امین نفس خودش مطیع و فرمانبردار میشه. این تغییراتی است که از برکت روزه نصیب ما میشه. و اکثر اوقات یگان چیز را انسان ناخواسته الله کریم نصیب انسان میکنه. یگانه چیزی وقتی که الله بدون خواستن خوبی های معنوی را نصیب بندگانش میگردانانه، این برکت روزه است. بیشک. خب جناب احمدیار صاحب، کدام خاطره جالب هم از کارکردها و فعالیت‌هایی که در طول روزهای ماه مبارک رمضان داشتی خودت به جا مانده تو به یادتان است و مویساتتان هم اگر شریک بسازین در مون لحظه که شما کمک میکردین میربانید؟ احساسهای بسیار خوب رخ میده در وقتی که آدم به فقرا کمک میکنه. 2 هفته قبل از امروز من به کسی 10,000 افغانی کمک کردم. یک کاکایی بود، یک جای شته بودن، کهنسال بودن. وقتی که پول گرفت، یک آهی از درون از او بیرون شد، یک آه خوشی بود. و مو آهی که از درون از او بیرون شد، اما قدر یک آه خوشی از وجود ما بیرون شد. و تا به امروز مو احساس خوشی را مدارم و مو خوشی را در احساس کاکا جان دیدیم. بله. و خاطره اگر داشته باشید کدام خاطره جالب که اتفاق افتاده باشه براتون؟ خاطره جالب زیاد هستند. همون یک شب بگین که روزا عید است، هموطنان از ما و ما هم خوش شویم و یک لحظه بخندیم. خاطره جالب فکرم نیست، فکرم فعلا نیست. گفت کسی اشخاص افراد به شکل به اصلاح بی‌بضاعت به شما معرفی شده بود کدام کار را کرده باشین، به اونا کمک کرده باشین و بعد از چند وقت پس مراجعه کرده باشین به اصلاح موچزار کلش به باد فنا داده باشه؟ و با یک تانه به 10 دانه این رقم شده، به این رقم خاطرات. یک کسی عکس رایی کرد، در تابوت بود، شوهرم از فوت کرده. ما اگر با کمکم نرسید خودکشی میکنم. رفتیم بررسی کردیم، از همسایه و وکیل کوچه دیدیم که شوهرش هم زنده بوده، دروغ گفته بوده و مقدار ما پولی که در منخ برش کمک گرفته بودیم برش کمک کردیم. برای کسی کراچی جور کردیم، جوس و انرژی هر چیزی که خودش خواسته. یک در روز کار کرده، رفتیم سایلش کردیم، ماه دوم که رفتیم نبوده در جای خود. مثل همین 10 قضیه شده. اما ما کاری کردیم، هیچ وقت آبرو عزت هموطنان خدا نبردیم که دوباره در کامera بیاریمشان. این شخص و این خانم این کار در حق ما کرد. خدا را شکر اون شخص زنده بود. تابوت از کجا پیدا کرده بود؟ چه خیرداری خدا جور کرده بود، فتوشاپ از کدام رقم جور کرده بود، از کدام کس دیگر گرفته بود، معرفی کرده بود که شوهرم همیشه. اما در حالی که شوهرش هم زنده بود، وقتی که بهش وکیل منطقه رفتم گفت 2 برابر تو جوانیش است دیگه است. بله. این تو فریبکارا زیاد پیدا میشه. بله. خب فهیم جان، فکر کنم وقت برنامه هم تقریبا البته از مهمانان عزیز ما همه قدر بود و سپاسگزاری میکنیم از اینا که هم به برنامه تشریف آوردن، چون روزای عید است نمیخوایم دیگه وقتشان بیشتر بگیریم. مهربانی اگر کوم سوال نداشته باشین. محترم مولوی صاحب که تاسو کوم پیام لري زمونږ د هیوادوالو لپاره زموږ کامرې تاسو خدمت کې. جزاکم الله. پیام های روز عید چند روز خوشی می باشه بسیار زیاد است. خو یک پیامی که از طرف رسول الله صلی الله علیه و سلم در حقیقت بشارت بسیار بزرگی هست، او را به گوش برادران میرسانم. اول پیاممون است که
نبی کریم صلی الله علیه و سلم در روزای عید پیش از اینکه به طرف نماز می رویم باید یکدیگر را ببخشیم. با کسی خفه هستی، با کسی ناراحت هستی، او را ببخش، یکدیگر را ببخشین که خدا ما شما را ببخشه، ورنه خدا نمی بخشد. جناب استاد گرامی از حضورتان بازم به برنامه. جناب احمدیار صاحب، شما هم کدام حرف پیام، خصوصا اگر پیام ایدی داشته باشین، میشه به هموطنان عزیز از این طریق برنامه شریک بسازین. و میخوایم عید سعید فطر به همه تبریک بگویم، به کسایی که اسپانسر برنامه کمکی هستند که میلیون ها افغانی را کمک رسانی کردن، برای ما کمک های خود روان میکنن و ما معذرت میخوایم از کسایی که به پیغامشون جواب داده نمیتونم، چون من نمیتونم به همه مردم افغانستان کمک رسانی کنم و پیغام به جوانایی است که خود بشناسن، مسئولیت خود قبال خانه و خانواده خوب داشته باشن، رابطه خوب با پدر مادر داشته باشن، از وقت خود، از عمر خود به خوبی استفاده کنن. سلامت باشین. ممنونتان. خب فهیم جان، چی از نظرت که یک وقفه بگیریم؟ مننه ډیره زیاته مصطفی جان، رضوان صاحب او احمدیار صاحب، تاسو نه هم ډیره زیاته مننه چې د معرف سهار په خپرونه کې له موږ سره ولئ. درنو هیوادوالو، د اوس لپاره یوه وړه دمه لرو، وروسته له دمې څخه راګرځو، له موږ سره پاتې شئ. بیا هم سلامونه درنو هیوادوالو، هیله لرم چې روغ او جوړ اوسئ. اختر مو نیکمرغه. درنو هیوادوالو، بیا هم زه فهیم نیازی له خپل ګران همکار سره مصطفی رمی سره د معرف سر خبرونه کې له تاسو سره یاستو. سلام مجدد ما را هم پذیرا شوین. خب فهیم جان، چون ما شما در روزهای عید قرار داریم، میشه از دوران طفولیتت به ما بگی؟ آیا خودت بیشتر میوه را میخواندی؟ یک تعداد از اطفال گرامی، البته والدین گرامی هم متوجه باشند که اطفالایشان زمانی که جای به خاطر عیدی میرن، میبینیم که یگان دانه چاکلیت و یگان چیزایی را میگیره با خود میور داره. خودت یادت خانه داشت فهیم جان؟ مصطفی جان، موږ باید خپل صفتونه کو، خو بیا هم ماشومان دي، له ماشومان سره موږ نسو کولی چې هغه قوانین چې موږ مشرانو ته وایو هغه ماشومان ته وایو. نو ماشومان دي دا صفتونه لري، نو الحمدلله ما داسې صفت نه درلوده او داسې کار ما نه کوه، خو ماشومان دي له میوو سره مینه لري، علاقه لري چې ویې خوري او اختر د خوراک لپاره د خلک باید له هغوی نه ګټه واخلي. بله فهیم جان، سوال ما حتما شما فکر کنم اشتباه گرفتین. ما حالا فعلا نمیگیریم، البته در زمانی که شما طفل بودین از خودترکی حالا طبعا نمیکنین، ما خب میبینیم. خب به هر صورت ها ایدی را هم خوش داشتی؟ از ایدی چیز میفهمی خودت؟ دا خو معلومه ده، اوس هم زموږ عید خوښېږي چې موږ ته عید مشران راکړي او کوم وخت چې ماشومتوب په دوره کې ولو موږ غوښتل چې موږ ته مشران عیدي راکړي. د دې لپاره ماشومان د کار سره مینه او محبت لري او ضرورت ورته لري او دا یو ښه فرهنګ ده زموږ په افغاني ټولنه کې. بله. و یک عادت دیگه که ما داشتیم فهیم جان، زمانی که مکتب میرفتیم، البته چهارم پنجم میده، همون شکل عید رو ما سپری میکردیم، هیچ اصلا مکتب نمیرفتیم. باز می والدین ما را میگفت که عید خلاص شده، می 3 روز بود، ما به می فکر بودیم که میفتیم عید اصلا 7 روز است، باید 7 روز رخصتی میکردیم. خب به هر حال بخیر قرار باشه از برنامه خلاص خودت کجا میری؟ تصمیم داری جای؟ او مصطفی جان، زه له خیر سره زما د مشرانو کورونو ته، هغوی څوک چې موږ ته په تمه دي له خیر سره هغوی کورونو ته به لاړ شو، له خیر سره اختر مبارکي به ورسره وکړو او زه هم د معرف تلویزیون نه هغوی ته اختر مبارکي وایم او هیله لرم چې د خوشحالیو څخه ډک اختر ولري. او رښتیا مصطفی جان، تاسو د ماشومتوب دوره کې کوم صفتونه درلودل؟ په اختر ورځو کې کوم کارونه تاسو کول؟ بله. خب فهیم جان، خود معمول است که کسی که در دوران طفولیت قرار می داشته باشه بیشتر همی شیرینی باب خوش می داشته باشه و میوه خشک و همچنان زیادتر پوله امیره آدم خوش می داشته. بیشتر من به مو زمان یک دخلک داشتم، این پیسا را جمع می کردم و بسیار خوش می شدم کسایی که ایدی می داد ما را. او مصطفی جان، نن څه قرغې ته راغلی یاستو، ډېره ښایسته فضا ده او ډېر ښایسته شمال هم ده او الحمدلله ډېره ښایسته هوا ده مصطفی جانه. او سره هم چې معلوم ده الحمدلله امنیت و سوکالي په هیواد کې ده. الحمدلله. مصطفی جان خبر سئ کاکا مرزا راغلی د خپرونې ته. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. اجازه است یک چند دقیقه بشینم دم خود راست کنم؟ مهربانی کاکا مرزا، خوش آمدی. کجا بودی؟ کاکا مرزا اختر د مبارک شه. باشه یک لحظه. کاکا مرزا بیچاره زور شوی ده، په ډېر سختۍ سره په لاره ځي. کجا بودی کاکا مرزا جان؟ روز عید است، عید تبریک. عید تو تبریک.
اختر بچه میده مبارک خودی شه. تبریک جور خستین سلامت. کجا بودی بخیر کاکا هستیم. مرزا تو در روز بچه رسمی؟ چی کنم دمی روز عید رفته بودم مکتب به خاطر نواسی ما گفتم اولش بگیرم دمی دان مکتب رسیدم که دروازه مکتب قایم مستک بله. بچه کاکا بدرو آمد گفت که کاکا مکتب خو رخصت است امروز روز عید است تو آمدی گفتم این رمضان خو گذشت خب من تو فکرم هم نمانده که امروز رخصتی بوده بله امروز روز رسمی هم نبود. حالا فعلا خودت کاکا مرزا روزه هستی؟ چه رقم اگه تا بال خو روزه هستم تا فعلا روزه هستی؟ تا فعلا روزه هستم ولی بله بگی خوب است کاکا که میجا فهم جان روزه خود کاکا مرزا را بگوییم که نوش جان کنه. ډیر بخسی ولی کاکا مرزا تاسو خبر نه وسنه اختر ده ولی خبر گفت که هست خب ما فکر نه پیر شدیم بچیم ضعیف شدیم دیگه آیا خبره ده ویل مونږ روزه نیستو بیا بعض وخت روزه مونږ نیسي نن روزه بچه مجلسی که اینمی پیری و ضعیفی و رنج و زحمت کشیدیم اینمی دید فکرم نمانده که امروز عید بود که ما رفتیم مکتب حالا این نواسکای در خانه نبود؟ مادر اولادا خودت هم یفو کاکا نه ما مرزا؟ که بیرون برآمدم گفتم کجا برم گفتم بیا بریم ما از نواسا خبر میگیریم همیشه وقت من میرفتم من از نواسا از مکتبش خبر میگرفتم بله. معلم صاحب میگفتم که کجا میره درس میخوانه نمیخوانه من از والدین خواهشمندم که از اولادای خود خبر بگیره همین روزا عید باز خبر بگیرم؟ نه بعد از عید بعد از مکتب که شروع شد خبر بگیره بچه پیریست سر ما کتره نزن نه خواهش میکنیم. یعنی کاکا مرزا این مردم ماشاءالله این جماعت هم میبینی این مردم هم میبینی تو طرف مسجد میره خودت تو بیخبر بودی؟ بچه پیری و ضعیفی حالا ندیدی هر چقدر ضعیفی باشه و کاکا مرزا نه بیا هم مصطفی جان مونږ د کاکا مرزا حالت نه باید خبر سو بیچاره زور سو و گیره پرې بریزین سپینې شوي دي های کاکا مرزا خودت روزا هم هستی؟ روزه هم هستم چای نوش جان میکنی میوه کدامش خوش داری؟ یک چند من میوه میگیرم باز در خانه که نواسی مفتار میکنم های دیگه کاکا مرزا میوه دلته وخورئ بیا کنیم که کاکا مرزا بگو رمضان هنوز آمید نشده چی؟ خیلی یا کاکا خب بگیر مرزا نوش جان. خیر به ست پاخر که به تلاشی که سیر بچه چطور هستی شما سلامت باشین. خب کاکا مرزا جان امروز بخیر روز عید است. بله. چیز گفتنی داشتی؟ به هموطنان برنامه عزیز تو ما. است ما هیچ بله. خبر نشدیم خدا سلامت باشین. بسیار برنامه میبخشین. ویژه صبح معرف هستن. مو دلته خبره بله کوله روز عید است. همکاران عزیز ما رو میبینید چقدر زحمت کشیدن چی یک فضای را چی یک فضای نام رومانتیک خدا نام خدا آماده ساختن و نام خودت هم خدا. خوشبخت بودی که مکتب میرفتی و اینجا آمدی. نام خدا نام خدا خیلی زحمت کشیدن بله واقعا. من برنامه خود یک از طرف خود یک عید برشان تبریک میگم آرزو میکنم که هر جایی که هستن چی در داخل کشور هستن چی خارج از کشور هستن روزیشان به درگاه حق قبول باشه آمین. عیدشان مبارک باشه دیگه یک پیام دیگه برای هموطنای خود دارم که هموطنای عزیز لطفاً امی اولادایتان که مکتب میره ازش مراقبت باشین پرسان کنین ازش در مکتبشان جویا باشین از مکتبشان اول بگیرین که کجا میره کجا نمیره مدیر صاحب در ارتباط باشین همکار معرف باشین همیشه وقت اینمی پیام مستک بسیار یک پیام جانانه بسیار تشکر. پیام خیلی نیک ببینید. داشتین. سلامت خیلی باشین. ببینید. حال خیلی گلاسک چای میگیرین کاکا مرزا که دمکتان راست شده برتان اگه بریزین. هست خب میگیرم شما زحمت نکشین که نفتین. فهم جان شما لطفا زبرته چه و شما ول بسیار نه ببخشید. مصطفی جان بله. یا کاکا مرزا اختر څنګه تیریږي تاسو خو تر اوسه اختر نه خبر نه ولې اختر ده څه پلانونه لري د اختر من لپاره خیر خبر است نداشتم که عید بود بله. بگیرم بعد کاکا. نه. دستای ما رو هم لرزه داری کاکا مرزا که از لرزه شد. نوش. بسم الله مې ویل مرزا کاکا تاسو خو روزه ولې کنه دسته په مزه شکی مصطفی دیگه هم جان هست کاکا نه مرزا. خیر ببینین اینمی دم من راست کرد خیر ببین. های کاکا مرزا جان دیگه وقت تا نگیریم چون روزا عید هم هست میشه میمانا یا تشکر. خانه آمده باشن خودت اینجا باشی. اگر من مزاحمتان شده باشم بسیار رفع میخوام نه خواهش میکنم مقصد دیگه به خیر متوجه باشی. منتها از طریق برنامه تان ابلاغ کنین که بله. روزای اطفالا که خانه دوستا میرن زیاد نخورن بله خدای میدونم نخواسته امروز مریض فنجان نشن. نگفتم پیشتر. بله. با اجازه تان مهربانی تو کاکا مرزا شما را ما کار داریم. خب بیننده عزیز تشکری میکنیم باز هم از نصرالله جان که همکار خوب ما هستند واقعا هنر زیبایی را انجام دادن. خب نصرالله عزیز حال آمدیم به بخش از رسمی مبراهیم غیر رسمی. خوش آمدید. خوش باشین. ماشاءالله
چی خدا جور کردی کرکتر داشتن، من 100%. کار میرم بینا متوجه ساخت مرا. نه نام خدا شما روزی چهره بشاش کشیدین. نام خدا هیچ شما تبریک باشد. سلامت پیش از باشین. پیشم بیشتر نصرالله جان عزیز عید تبریک باشه. عید شما اختر مو تبریک. مبارک شه. اختر دې تو مبارک شه. ډیر زیات مننه، ډیر خوشاله چې تاسو مو لیدلی، ډیر ښه کرکټر تاسو دې زنده مکتب باشد وته. شما. خب نسل عزیز کی شما را به این رقم حالت رسان خدای ناخواسته بگویم. در این حالت نرسان. من دوستا خواهش کردن مکیاج کنم و همین نقش بابا مرزا را که داده بودن امو را گفتن کار کنن بله. و تشکر میکنم از همکارای عزیز ما که این فرصت بر ما دادن که این برنامه را اجرا بکنیم و تشکر از شما که نام خدا برنامه را به خوبی شروع کردین. لطف کردین، سلامت باشین. واقعا هنرتان یک پیام خاص شما را خدا بزرگوار هم است. داشت. خب نسل عزیز خودت کارا را فعلا در تلویزیون معرف خصوصا در روزای به پیش میبری؟ من خود مصطفی جان در بخش سوشال میدیا هستم فعلا. بله. دورمونجا دیگه فعالیت دارم. بسیار خوب. بسیار خوب. چطور وضعیت سوشال میدیا در بین همکارا؟ آیا همین برنامه‌ای را که شما اپلود میکنین فالو، سابسکرایب، لایک، شیر میکنن؟ نه نام خدا بخش سوشال میدیا ما خیلی خوب پیش میره. نام خدا برنامه‌ای که به حساب شما نشر میشه و ما از طریق سوشال میدیا نشر میکنیم خیلی نام خدا عالی هستن. همکارای ما کوشش زیاد دارن که حداقل همین یوتیوب ما و فیسبوک ما به سطح بالا برسن. نام خدا از سابق قدر در سطح بالا رسیدن. خیلی خوب. خب چون روزای عید آمد روزای دیگه عید نمیخوایم هم که است. بیشتر وقت بگیرم. سلامت باشید. تشکر از معلوماتت و همچنین بخش یا نقش کمدین که شما کار کردین. یک پیام خاص داشت به والدین گرامی. کدام پیام گفتنی دوست داشته باشید مهربانی بفرمایید. پیام خاص ندارم، فقط میگم کمی ایده بله. به سایه صلح و آرامی سپری کنین. همیشه وقت خوش باشه. بله. ډیره زیاته مننه نصرالله جان سید معرف سر خپرونه کې له موږ سره ولی او مصطفی جان د اوس لپاره یوه وړه دمه لرو. بله، ولی پیش از او که وقفه را بگیریم با بینندگان خود باید یادآور شد به ایشان که بعد از وقفه دوستان عزیز ما یک البته هنرمندان استادان داریم که کارهای لایو هم دارن. امیدوار هستیم که تا آخرین دقایق برنامه ما را همراهی کنین و تنها نگذارید. سعید فطر دوره پایان نامه گذشت و ایثار است. با سلام مجدد دوستان عزیز، خوش آمدین به بخش اخیر برنامه ما. از آن قسم که شما در تصویر میبینید ما خوشبختانه در جمع از استادان هنرهای زیبا هستیم. خوب است که اینجا استادای گرامی را اگر شما به معرفی بگیریم خوب میشه. دقیقا مصطفی جان ډیره زیاته مننه. سلامونه استاد، ښه راغلاست معرف سر خپرونې ته. تشکر. سلام به شما، سلام به همکارای شما. انشالله شما صحت عافیت باشین. اختر مو مبارک شه. تشکر. عید شما همچنان مبارک، عید همکارم همچنان مبارک. انشالله که یک عید خوب و خوشی داشته باشین. سلامت باشین جناب استاد میلاد جویا و همچنان استاد شفیق احمد. خیلی سپاس که در این روز عید شما به برنامه تشریف آوردین. خب جناب استاد میلاد، در نخست خوب است که از شما بپرسیم که عید چگونه شما آغاز کردین، چون روز عید هنرمندان نسبت به دیگر اشخاص و افراد متفاوت‌تر می‌باشد. تشکر از شما. عید خوشی است، خوشی می‌آورد. در جمع شما هستیم، بسیار خوش هستیم. بعد از نماز عید برنامه با شما بود، خواستیم پیش شما بیاییم و بیشتر خوشی ما زیافته رو بیشتر شد. بله. سلامت باشین. و فهیم جان، خوب است که البته دو مهمان عزیز، دو استاد گرامی ده همچنان با خود داریم. شما خوب است که با استادای عزیز ما باشین که ما بریم یک بار اونا را هم یک احوالشون بگیرم که انشالله به هموطنان عزیز ما و به بینندگان خوب ما امینه کنیم کارهای لایو یا به شکل مستقیم البته کار میکنن. ډیر ښه مصطفی جان او مننه. شما لطف کنین به استادان گرامی چای بریزین و از میوه سلام کنین. او ډیر بخیر مصطفی جان. سلامت. السلام علیکم استاد جان، عیدتان تبریک. خوب هستین برادر؟ جور هستین؟ خوشحال هستم که امروز در جمع شما هستم و میهمان شما هستم. تلویزیون معارف انشاءالله تلویزیون خود ماست و از این برنامه ما خیلی خوش هستیم که در اشتراک داریم و برنامه ویژه است. تشکر. سلامت باشین. شما استادم خوش آمدین. عیدتان تبریک. ممنون از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و در روز عید هم مصروف کار شدین.
قربان شما تشکر. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و دستاندرکانان برنامه تلویزیون معارف و تمام عزیزا و دوستا و هموطنای ما که انشالله الرحمن یک عید خوش، عید به همشون تبریک میگم. برای شما هم تبریک میگم. خدا شما را به پناه و عزت خود داشته باشه. با عزت باشین، لطف کردین. خب جناب استاد بخیر، قرار است کدام کار را شروع کنیم؟ ما میخوایم که یک کار رنگ آبرنگ کار کنیم، هم اینجا یک منظره را کار کنیم. سلامت باشین. خب فهیم جان، خوب است که از میهمانان عزیز ما هم در رابطه به می تصاویر را که البته می تابلوهای را آورده حرفای داشته باشین. من ان شاء الله هستم با اینا هستم میبینم کاراشون که از کجا بخیر شروع میکنم. مننه مصطفی جان، ازم دلته یم له درنو میلمنو سره درنو هیوادوالو بیا هم ستاسو اختر مبارک شه. راځو د میلمنو په لور په خپله نننۍ خپرونه کې موږ له خپل ځان سره خوږ میلمه لرو او استاد احمد شفیق په خپرونه کې له موږ سره ده. محترم استاد سلامونه، اختر مو مبارک شه. سلام علیکم. سلام به شما و بیننده های عزیز. عید برای شما اولتر و برای بیننده های عزیز تبریک میگم. خدا کنه که عید خوش داشته باشه. ډیر خوشحاله یم چې نن تاسو له موږ سره په خپرونه کې یاستئ. راځو استاد میلاد، د ستاسو په لور څومره وخت کېږي ستاسو په دې بخش کې، په دې برخه کې تاسو فعالیت لرئ؟ تشکر. حدود 7 سال میشه که من به صفت استاد در سایر ارگان‌های دولتی کار کردیم. قبلا در اکادمی تربیه معلم بودم. بعد از یک سری تحولات که آمد باز من به انستیتوت هنرهای زیبا و صنایع کابل به صفت اساس خدمت میکنم هستم. همچنان عامل دیپارتمنت بخش صنعت چوب است. ماشاءالله، ډیره زیاته مننه. د دې اووه کالو په لړ کې تاسو خپله یوه جالبه خاطره موږ ته ویلی شئ؟ خاطرات زیاد است. به عنوان گنج در ذهن من گیشه است که خاطر خوش است، خاطر تلخ است. زندگی است، همه چیز با خود دارد. یکی از خاطرهایی که واقعا جالب است در جریان امی آخر به من اتفاق افتاد، گرچه که عید است بیان شکم شاید دشوارتر باشه، اجازه بدین کمی به شما بگم. وی که من از مسیر کوته سنگی تیر میشدم طرف خوشحال خان میرفتم، یکی از بانوها را دیدم که تعقیب داشتم چی میکنم. دفعتا چشم برش افتاد، قوطی پیپسی را جمع میکرد. یک قوطی پیپسی را گرفت در دستکاول ماند و بسیار جالب بود. توجهم جدیتر شد و دیدم دیگه قوطی پیپسی دیگر هم انداخت. وقتی که من دیدم که بیچاره نیاز داره که یعنی قوطی پیپسی را بفروشه و یک لقمه نان حلال به فامیل بده. واقعیت من به شهامتش، به صبرش، به صبر بودنش واقعیت تعجب کردم. واقعیت یک خاطره شد که دمی آخر به من اتفاق افتاد، واقعیت مرا نگران ساخت. یعنی ایره به شما به صراحت گفتم میتونم که با عزت‌ترین زن افغان است، بابرترین زن افغان است و واقعیت متاثر کننده بود به من. امید است که بانوها در هر جای دنیا که هستن خوش آرام باشن، مخصوصا در افغانستان عزت حرمتشان حفظ باشه. خوشبختانه حفظ است، ولی که یک سلسله موارد است که برشان توجه شد. مننه له تاسو څخه استاد. زه هم هیله لرم چې هغه ستونزې چې موږ لرو هغه له خیر سره حل شي انشاءالله. راځو محترم استاد، ستاسو په لور ستاسو د فعالیتو په اړه خبرې کوو. روژه میاشت څنګه پیل شوه ستاسو لپاره او څه رقم مو ده میاشت له خیر سره کومې لاسته راوړنې تاسو درلودلې او دا څنګه سرته ورسېدله؟ حالا روزه بسیار یک روزه خوب بود و همین روزه همیشه خوب است، چرا به سلامتی ما شما مسلمان ها است و روزه از هر لحاظ خوبی های خود داره و شروعش هم که ما کردیم بسیار خوب بود و انشاءالله که ختمش هم کردیم از پیش راضی هستیم. خدا کنه که روزه از ما راضی باشه. و در طول همه قدر وقتی که ما کار کردیم در روزه ما از بخش هنر خود آرام نبودیم، کار میکردیم، زحمت میکشیم و اثرهای هنری تولید کردیم زیاد در مدت یک ماهی که ما در روزه بودیم. ډیره زیاته مننه. مصطفی جان څنګه یاستې تاسو؟ ماشاءالله من واقعا شفته کار از این استادای گرامی شدم، واقعا هنر والای برخوردار هستند و من امیدوار هستم که خودت عزت میمانای عزیز ما را کرده باشی و واقعا بیننده عزیز هنر هیچ وقت روز و تایم هیچ وقت نمیشناسه و قدر زر زرگر میدونم. واقعا من هم خودم علاقمند هنر هستم. استاد میلا ماشاءالله به این جوانی شما رو بردین به مسلک استادی. تشکر شما. چقدر در زندگیتان خصوصا هنر
تاثیرات خود گذاشته؟ والا تاثیرات بسطای خود داره. طبعا گرچه که من در بخش صنعت چوب هستم، ولی شما باور داشته باشین که رنگا بسیار تاثیر فراوان سر مغزم داره. یک احساس آرامش برام میده و بیکه در طبیعت باشی و در طبیعت کار هنری شود، ارزش هنری حفظ شود، مخصوصا کار باشه که با قلم و با نی و با رنگ و برس وقت ذهن آرام میشه. بله. استاد شفیق الله خودت که به ما و بیننده عزیز ما بگین کمی وقتی که شما در کدام بخش هنر هستین، امی خودش تخیلی میایه یا شما کدام طرح دیزاینش از جای میگیرید؟ حالا هنر کس هم طرح دیزاین آدم میگیره و هم تخیل است. تخیلات و این فکر هنری که در سر آدم است و همین احساساتی که در وجود ما است، نمیره ما بالاخره به یک شکل بیان میکنیم و زیادتر ما شخصا خودم این مناظر که کار میکنم چون در طبیعت زیادتر من میرم، زیادتر طبیعت میرم و طبیعت خودش رنگای بسیار زیبا داره، زیبایی خاص خود داره و چون خداوند خودش یک هنرمند است و ببینید که طبیعت با چی رنگای زیبا خلق کرده. ما میخوایم که به صفت یک هنرمند اینمی زیبایی‌هایی را که خداوند در طبیعت خلق کرده اینمی‌ها را ببینم و در روی پرده کنواس نقاشی خود بیارم و زیاد به مو خاطر من زیادتر مناظر تخیل کار میکنم، از روی تصویر کار نمیکنم، فقط از تخیل خود چیزی که دیدیم اون ما رو کار میکنم. بسیار عالی. بله بیننده عزیز، واقعا میگه توانگری و هنر است نه به مال. خب اینجا خودت به کدام هنر بسیار علاقمند هستی؟ علاقمند هستی نیستی؟ خب ما شما که این مسلک آمدیم، در مسلک گردانندگی من علاقم را همین مسلک دارم و همچنان احترام دارم به سایر مسلک ها و سایر هنرها و همچنان مصطفی جان پدری جبه که خوب مطلب ده و کمال خودت افتخار خودت کوم وقت موږ هنر ولرو او هغه موږ لپاره یو افتخار دی. دغه لاسته راوړنې چې د محترم استادانو موږ په دې خپرونه کې لرو، هر یو چې ګورو موږ ته یو خوږ مطلب لري، ډېر ښه مطلب لري. نو زه ډېر خوشحاله سم دا تابلوګانې دلته ایښي دي. استاده که راسو دغه تابلو چې دلته ایښې ده د طبیعت ده، نو تاسو د دې په اړه خبره وکړئ. د دغه انګیزه تاسو ته یو خیال و یا تاسو لاړې محیط ته طبیعت م ولیده، د دې انګیزه تاسو ته پیدا شوله؟ همین منظره کسی یک منظره خارجی است، چون همین امواج او خودش یک زیبایی خاص خود دارد. همین امواج به خاطر خواستیم که یک منظره آب کار کنیم و همون امواج زیبایی از این توسط رنگ ها نشان بدیم. به خاطر چی نیست، تخیل نیست، بلکه از روی یک تصویر خارجی را کار کردیم. ما خدا وطن ما بحر نداریم. بله. سلامت باشی. خب تا اینجا اگه اجازه باشه باز برم از دوستان گرامی ببینیم کار کجا بخیر و تمام رساندن، چقدر کار خود پیش بودن و ضمن از اون بر روزنامه باید که چای بود و یا اینجا خواستیم. چیست نظر شما؟ ډیر ښه نظر دی مصطفی جان. استادان زموږ مېلمانه دي او موږ باید ښه مېلمستیا دوی ته ولرو د اختر لپاره او د دې ترڅنګ ډېر به ښه چې تاسو هلته لاړ شئ او موږ به خبرې ورسره میگیریم. من به اجازهتان. او ډېر ښه مننه. بله دوستان عزیز، بیننده‌های گران قدر، میگه هنر آموز گر هنرمندی. حال آمدیم پیش استاد عبدالجبار اوتک. خب استاد گرامی، میشه در رابطه با خط اگر به ما بگوین چند نوع خط ماشاءالله شما آموزش میدین و بیشترین خط را که هموطنان ما مورد علاقهشان است و میپسندند کدام خط است؟ تشکر. انواع خطوط زیاد است، تقریبا مشهورش که از 7 نوع خط است که من خودم که پیش میبرم اکثرا خطای اسلامی را پیش میبرم که منظورش از خط سلس و نسخ است و خط نستعلیق خط فارسی است، او را من کار میکنم، خط شکسته هم کار میکنم، اما تمرکز من بیشتر بالای خطوط اسلامی است که چی است، نستعلیق و سلس است، سلس و نستعلیق، سلس و نسخ است که پارچه خطی که شما میبینین یک پارچه خط سلس است، سلس عربی. دیگه لایف کار کردیم، دیگه مواد ما قسمی که باید لازم باشه نیست و بازم خوب از چیز را آورده بودیم. من خود اینمی خطم تقدیم شما کردم که نشته کردم. سلامت خانه آباد. خب استاد گرامی، کار عزیزی تقریبا تمام است. بعضی از هنرمندا استاد که سایه هم کار میکنن، خطاطی که نقاشی خط است یا در برس کار میشن یا در دیوال کار میشن او جدا هستند.
او بخش هنری از او کم است، اما این خطی که در نهی کار میشه مستقیم کار میشن، بازی خط نهی سایه نداره. این خودش زیبایی نوک نهی است و قوت دست هنرمند است و این به سایه و به هیچ چیز ضرورت نداره، فقط قوت خط ضرور است که هنرمند قوت داشته باشه. سلامت باشین. خب استاد سیدو جان، شما میشه بگوین که بخیر کار شما چقدر پیش رفته و آیا قسمی که در کار هنرتان چقدر کوشش میکنین، زحمت میکشین، آیا در کارهای خانه هم سم میگیرین استاد؟ بله، باید یک هنرمند بر علاوه که در هنر خود است باید در کارهای خانه هم سهم بگیره که در کارهای خانه هم سعی هستیم. استاد حتما در قسمت انتخاب رنگ هم شما نقش اساسی را به اصطلاح ایفا میکنین و خودتان هم اتاق را که نشیمن یا زندگی میکنین کدام رنگ انتخاب کردین؟ خب رنگایی که باید در اتاق نشیمن باشه باید رنگای بسیار آرام، رنگای بسیار خوب، مثلا از رنگای یشمی، رنگای کریمی، رنگای آبی و رنگای دیگه هم هست که از اونا میشه کدام برای خانه هایی که مثلا در او زندگی میکنه، خانه نشیمن است، از اون رنگای استفاده شد. اگر رنگایی که شوخ و رنگای تیز زننده باشه اینا سر روان انسان تاثیر منفی میگذاره، باز آدم عصبانی میباشه، دلچسب نمیباشه. سلامت باشین. خب استاد جبار، آیا شما می کارهایتان یا می اثرهای هنریتان به کسی به شکل تحفه خصوصا در روزهای عید اهدا کرده باشین از به یادتان؟ بله، کارهایی که هنرمند میکنه اکثرا در تحایف برابر میشه دیگه، از او چاره نداریم و دوستام شیرین است، تابلوم شیرین است دیگه. ما تحایف در روز عید هم اگر از ما کس خواهش کنه در خانه یک تابلو دوستان میان دیگه ما برش اهدا میکنیم. غیر از او در اینستیتوت در خانه میشه امکان داره در سال 10 تابلو 12 تابلو ما به شکل تحفه و دوستا اهدا میکنیم به جای دولتی، اداره خود ما، معارف خود ما هر وقت تحایف واگذار کردیم. کدام پیام هر و جایی که نرفتین همین فعلا چی گفتنی دارین به او خانواده و به او دوستایی که شما قرار است برین و یا نمیرین؟ ان شاء الله در روز عید برنامه شخصا از من باشه که کسایی که در کابل است حتی ولسوالی دور هم است، من کوشش خود دارم که باید واره ببینم. اگر وا میان نیت ممیز که من باید از وا بازدید کنم، ای که بازو در 3 روز عید وقت یاری نمیکنه و تو میخوای همه گیره ببینیم منتها باز نمیشه 50% 60% دوستا دیگه. من آرزوی خوشی میکنم به همه دوستا. لسانی خودت. تشکر، زنده باش. خب استاد گرامی، اگر پیام یا گفتنی خصوصا در روزهای عید به مسئولین حکومت امارت اسلامی افغانستان داشته باشین بفرمایید، چون ما شما شاهد هستیم که الحمدلله در فضای امن آرامی به سر میبریم و خود نرام یک فکر آرام میربانیم. خب گرچه اونا زحمات خدا کشیدن، انشاءالله و رحمان که اونا را خدا توفیق بده که عزیزا و دوستایی که در اصل هستن و زحمت میکشن و امنیت هم میگیرن، انشاءالله امنیت درست بگیرن. خیلی پیام میگیتون؟ عید برای همه عزیزا تبریک میگم، انشاءالله که کلگی خوش و خوشحال باشه. ما همیشه وقت دوست داریم که تبسم در لبان تمام عزیزا و دوستای ما، کل هموطنای ما در سراسر جهان، خصوصا در افغانستان عزیز، لبخند به لبایشان باشه و خوش باشن انشاءالله. تشکر. عید به همگی تبریک میگم. سلامت باشین، شما هم خوش باشین، لطف کردین. خب اینجا انشاءالله میوه یارو خلاص نکردین، من چای خود گرفتم، نوش جان کردم و منتظر میوه هستم. میوه خاص دجاش؟ او مصطفی جان میوه است در خطاس نه رسیدین تاسو پتم ول تاسو خیر سره راست شکر کردم امروتان نوش جان کای میتونه. او موږ خپل سکاره دومره وکړو. راځو د جویا صاحب پلور جویا صاحب که تاسو د دې تابلو په اړه خبرې وکړئ چې دا مو په څومره وخت کې جوړه کړله او له کوم هنر نه دلته ګټه واخیستله؟ تشکر. این هنر کس یا واضح‌تر بگم که کار یا اثر هنری کس مربوط به صنعت چوب میشه. خط دیوانی است که خط ترسیم شده، بعدا شکل خورد، حالت خورده و به بیننده یک نوازش آرامش میتواند طرف ایجاد شود و مدت 2 روز میشه که سرش کار شده. بسیار خب فنجان، چون روزای عید است واقعا در رابطه با هنر و استادان گرامی هر قدر حرفایی داشته باشیم خسته نمیشیم، ولی اینا کار دادن نمیخوایم بیشتر وقتشون بگیریم. خوب است که از استاد احمد شفیق جان پیام داشته باشیم در رابطه با اینکه روزهای عید ما شما سپری میکنیم. چی گفتنی داریم استاد؟
فقط هموطنان ما همیشه خوش باشند، یک عید خوش از سپری کنند و همونطور که روزه گرفتن طاعت عبادتشان خداوند به درگاه خود قبول کنه و یک عید خوش و آرام در یک صفای صلح داشته باشند. تاسو څخه هم ډېره زیاته مننه مصطفی جانه. تاسو څخه هم ډېره زیاته مننه استادانو. تاسو راغلئ دې خپرونې ته او اختر په دې اختر کې له موږ سره ولئ، نو ډېر خوشحاله سو له تاسو څخه. اینجا خوب است که از استاد میلاد جان هم گفتنیش را داشته باشیم، خصوصا بخیر بعد از اینکه درسای مسنتان هم شروع میشه به اونا چی گفتنی دارین؟ این خونه میشه که به اصلاح خانه تمام همه مسنتان برین این تشکر. من اینمی رسانه شما را وسیله ساخته داشتنی تبریک میگم و ازشان خواهش دارم که بخیر بعد از عید به درسای خودم بسیار اشتیاق خوب، با امیدهای بسیار خوب، با افکار بسیار خوب بیان به درسای خودن و انگیزه داشته باشن و امیدوار هستم که بخیر درسا شروع شود و من مشتاق هستم مسئولین خودت نزدیک ببینم. انشالله بخیر باشه و واقعا دوستان عزیز امیدوار هستم این روزهای عید سبب انگیزه جوانان شوند درسای خود به خوبی و شکل درستش فرا بگیرن. خب فنجان چیز نظر برنامه را هم در میز بخیر به اتمام رسانیم و برنامه خود خلاص کنیم. ډېر ښه نظر د مصطفی جانه. ډېر خوشحاله یم چې له موږ سره استادان په خپرونه کې ول او زموږ یو اختر دوه اختره کړل. نو د خپرونې وخت هم تمام ده، خلاص دی. نو له خپلو هېوادوالو سره خدای پاماني کوو. له تاسو څخه ډېره زیاته مننه درنو هېوادوالو چې له موږ سره ولئ. هیله لرم چې له خوشحالۍ څخه ډک اختر ولرئ او وروسته له اختر نه هم مثبت فعالیتونه ولرئ. ډېره زیاته مننه. سلامت باشین. فنجان از خودت یک جان سپاس و جا دارد که از همکاران خوب ما. دوستان عزیز گرچه من نقد هم شدیم که میگم میشه در هر برنامه از همکاران توصیف و تعریف میکنیم، ولی دوستان عزیز واقعا جا دارد که از کسی که مسئول رادیو تلویزیون معرف است که زمینه را به ما مساعد ساخته و همچنان از نوابی صاحب گرامی بخش مدیر ارشد رادیو تلویزیون معرف، همچنان اسمتی صاحب، مزیدی صاحب، میرافغان و سلطانی صاحب و سایر همکاران ما که واقعا ما را یاری رساندند و این برنامه را پیشکش حضور شما نمودیم و همچنان رحیمی صاحب گرامی واقعا همکار عزیز ما است که همیشه زحمت میکشند و همچنان بیننده عزیز سایر برنامه‌های دیدنی را که واقعا همکاران عزیز ما زحمت کشیده فراموش نکنین. در پناه ایزد منان باشین. امیدوار هستیم که هر روزتان همچو عید باشه و ایام به کامتان.